که ذره زنش رو از مادرش بالا بداند لعنت خدا بر او باد. اگرچه زنش رو زیاد هم دوست دارد فرق نمیکند. یعنی که باید که دوستداری زن از پدر مادر زیاد نباشد. هستن کسانی که زناشون رو دوست می‌دارن، اما هیچ چیزی و هیچ کسی حتی شیرین ترین و لذیذ ترین چیز دنیا نمیتواند مانعه بین پدر و فرزند شوند یا مادر و فرزند شوند. و حتی در دوام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که مثلا پروردگار فرض و نفل کسی را قبول نمیکند که ذره زنش را از مادرش بالا بداند. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که جنت با تمام زیبایی و گوارایی‌اش زیر پای مادر است. مادر مقدس است که جنت زیر پای است. به کدام معنا است که مادر تا راضی نباشد فرزند وارد جنت نمیشود. پس هیچ امکان ندارد، حتی در ممکن نیست که فرزند به کدام صورتی که نباشد، اگر هدیه‌ای که برای زنش میخرد، هدیه‌ای که برای مادرش میخرد، حتما باید قیمتش بالاتر باشد. یا سلامی که به زنش میدهد، سلامی که به مادرش میدهد، حتما این لفظ سلام نسبت به زنش باید بالاتر باشد. در همین زمینه اگر فرزند با ذره عملی ناخوب، مناسبت نادرست، اخلاق ادب منفی یا هدیه ذره زنش از مادرش بالا بداند، این ناکام دنیا و آخرت است. نه در دنیا بردبار می شود، نه در آخرت آسایش و جنت را نصیب می شود. پس امروز جوانان باید بدانند که با کدام عیب اراده که نباشد پدر مقدس است و مقام الهی دارد در خاندان، و با کدام عیب اراده که نباشد مادر مقدس است و ورود جنت، وارد شدن